سلام دوستای نازنین، امروز میخوایم این نمونه جدید رو برای شما آموزش بدیم. در قدم اولی یک راه ساده مفهوم. در بین هر کوک دو زنجیرک بافته شده، باز یک کوک بافته شده. یک راه ساده رو که بافتیم، در راه بعدی وقت شروع کردیم در اول دو زنجیرک مفهوم، باز در بین ازی خانه دو کوک مفهوم، باز سه دانه زنجیرک مفهوم. در سر از یک کوک دومی رو وصل مونیم، باز هم دو کوک دیگه دمزی خانه مفهوم در پالوی زی، دو زنجیرک دیگه مفهوم. یه خانه رو میلیم در خانه بعدی، بازم یک دانه از خودم زی مفهوم، دو کوک بافتیم، سه زنجیرک دیگه مونیم در سر از کوک دومی وصل مونیم میره، همین تو دو کوک دیگه در پالوش مفهوم. باز در راه بعدی میم، دو دانه یک رقم بافتیم، یک دو سه چهار پنج شش دانه زنجیرک بافتم، باز میمیر در سر از کوک اولی در قسمت وصل مونیم، اینه باز در اینجا می دو زنجیرک رو مفهوم در سر از کوک آخری زی وصل مونیم، وقتی وصل کردیم در بین از یک شش زنجیرک بود در اینجا دو کوک مفهوم، سه زنجیرک مفهوم، باز در سر کوک همزی دومی ای رو وصل مونیم، باز دو کوک دیگه در پالوش مفهوم، اینه باز یک کوک دیگه بیت نخ مفهوم یا یک پای کوتا، باز دو پای بلند دیگه مفهوم، یک دو سه زنجیرک دیگه مفهوم، ای رو وصل کردیم، دو کوک دیگه باز هم مفهوم، اینه باز یک پای کوتا دیگه وسط مفهوم، باز همین دو پای بلند مفهوم، یک دو باز همین سه زنجیرک رو مفهوم وصل مونیم میره، دو پای بلند دیگه در پالوش مفهوم. اینه دوستای عزیز، باز ایره دی خانه وصل مونیم، دوستای ناظرین متوجه باشین وقتی گل تکمیل شد فقط نه که یک خانه در وسط فاصله باشد یا دو خانه، فقط گلش جمع نه یا از شل نه. ایره دو کوک دی خانه بافتیم، سه زنجیرک مفهوم، ایره سر کوک دومی وصل مونیم، باز همین دو کوک دیگر در پالویش مفهوم، اینه دو زنجیرک مونیم، گل نو رو میخوایم یک دینه دیگر ولدشم بافت کنم، می رقم مثل قبل واره دو کوک بافتم، سه زنجیرک بازی رو وصل کردم، باز همین دو کوک دیگر رو در پالویش مفهوم، اینه باز در راه بعدی میم، یک دو سه چهار پنج شش سر از یه اول نه کوک شیر وصل مونیم. دوستان متوجه باشن که اینجا ما
نخ نگرفتم یک از این پای کوتاه بافتم. تو زنجیرک مونیم در سر از کوک از آخری دیگه گل بند مونی میره. نه باز ده بین دی 6 زنجیرک دو کوک دیگه مفیم. 1 2 باز می 3 زنجیرک مفیم. در سر کوک دومی وصل مونیم. دو کوک دیگر در پالوش مفیم. یا نه شما اگر نختن نازک بود میتونین این را 4 زنجیرک بفین. باز یک دنه پای کوتاه یا به تار یک دنه دی وسط مفیم که جمع شونه. باز یک دو دنه پای بلند دیگه مفیم. شما اگه خواسته باشین گلشون کم کچتر باید میتونین در این کوکا یک کوک دیگه یا دو کوک دیگه اضافه کنین. کسایی که نقش نازوکه باید گلش زیاد کم خوبتر باید یا 3 کوک بین یا 4 کوک بفین چون نقش نه دبله بخاطر آموزیش کم واضح تر فهمیدش نه. دیگه در نمونه همی که از نخی دبل استفاده شد همی 2 کوک بود. یعنی دوستان تشکر از توجه همه ایتان. وی بود نمونه امروز ما. امیدواریم که خوشتان آمده باشد. ویدیو را لایک کنین و دوستانتان هم شریک کنین.